اینجا العوجاست، منطقه‌ای در فلسطین. فلسطینیان در کرانه باختری با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند؟ The Jordan Valley has a very strong presence of illegal Israeli settlements. آیا چشمه‌های منطقه العوجا همچنان پرآب است؟ بيأثر على الجفاف، هاي نبعة الهوجة كمطر يعني. این مرگ خاموش از دید ناظران بین‌المللی پنهان میمونه. يعني احنا في حاجه بدنا مي. چرا فلسطینی‌های کشاورز اقدام به حفر چاه برای تامین آب نمی‌کنند؟ اتفاقيات اللي مبرمة مع السلطة انه ممنوع تشتغل بير مية ولا تشتغل اشياء الا بموافقة اسرائيلية. شهرک نشینان صهیونیست از چه طریقی آب کشاورزی خود را تامین می‌کنند؟ خلفنا بير ارتوازي للإسرائيليين. برای آشنایی با وضعیت کشاورزان فلسطینی در دره اردن و شرایط ناشی از بحران آب در این منطقه با این برنامه جستجوگر همراه شوید. پس از حمله رژیم صهیونیستی به نوار غزه، با توجه به بسته بودن گذرگاه تصمیم گرفتم به کرانه باختری رود اردن سفر کنم و نظریات فلسطینی‌ها را در مورد مقاومت غزه در آنجا جویا بشم. با توجه به محدودیت‌های ورود من به سرزمین‌های اشغالی، از جانی میلر خواستم تا از طریق سرزمین‌های اشغالی به کرانه باختری سفر کنم. اما متأسفانه رژیم صهیونیستی ایشون رو در فرودگاه بنگوریون به مدت 16 ساعت بازداشت کرد و بعد از بازجویی‌های طولانی ایشون رو به انگلیس برگردوندن. سپس من از گروه محلی که قرار بود خبرنگار ما جانی میلر رو در فلسطین همراهی کنن، خواستم تا گزارش‌هایی رو که از اونها درخواست میشه تهیه و ارسال کنند. یکی از موضوعات مهمی که کمتر به اون توجه شده، سرقت آب توسط رژیم صهیونیستی در کرانه باختری رود اردنه. گروه محلی شبکه افق سفرشون را از شهر قدس آغاز می‌کنند. در همون نگاه اول تفاوت سطح زندگی در دو طرف دیوار نژادی به خوبی احساس میشه. اینجا رام اللهه و اینجا هم اون طرف دیوار منطقه صهیونیست نشین و این هم دیوار نژادی. رژیم صهیونیستی با ایجاد دیوار حائل که به دیوار نژاد پرستی شهرت داره، به بهانه تأمین امنیت شهروندان توانست 37 حلقه از چاه‌های آب سرزمین فلسطین رو به تصرف خودش در بیاره و به سفره‌های زیرزمینی در کرانه باختری دست پیدا کنه و 30 حلقه چاه دیگه هم حفر کنه. یک گروه پژوهشی در دانشگاه بیرزیت لبنان دریافتند که دیوار نژادی به طول 670 کیلومتر گسترش خواهد یافت و تمامی شهرها و روستاهای منطقه کرانه باختری و همینطور 40% از زمین‌های این منطقه رو احاطه می‌کنه. این پژوهشگران معتقدند که هدف از ایجاد دیوار حائل دسترسی و تسلط رژیم صهیونیستی بر منابع آبی کرانه باختریه. نکته قابل توجه اینجاست که این دیوار در یک مسیر مستقیم احداث نشده، بلکه به صورت دندانه‌وار و بر اساس منابع موجود تغییر مسیر میده. شهر قدس اینجاست و وادی العوجا در دره اردن هم اینجا واقع شده. مسیر ما به سمت شمال شرقه. مناطق شمالی و شرقی فلسطین از سفره‌های آب زیرزمینی کافی برخورداره و کرانه باختری رود اردن که حالا فقط 5% اون در اختیار فلسطینی هاست، زمین‌های بسیار حاصلخیزی داره. در نزدیکی منطقه العوجا، گروه برنامه‌ساز شبکه افق به سراغ محمد سیدا کشاورز فلسطینی میره. محمد سیدا از کودکی با پدرش کشاورزی می‌کرده و به کشت موز مشغول بوده. او حالا 10 ساله که در زمین خودش کار میکنه، ولی به جای کاشت موز خیار میکاره. او دلیلش رو اینطور میگه: مشكلة المياه خفيفة، مية البير هاي مستأجرها استئجار. في عندنا مية نبع بالعوجة، فيش مية مقطوعة بسبب الأبيار التوازية سحبنا اليهود ومش مخلين إشي. يعني كانت العوجة كلها مزارع، كلها خضار. هسه مش شفت عينك بس النتفة هذه فيها أخضر. وزرعين أخذوا ميتنا، زرعوا عندهم شمال. شقة المستوطنات زرعين بلح وزرعين فلفل، كل إشي زرعينه.
سلبوا المية ما ظلش إيش عندنا. تبعیض در توزیع آب محمدو مجبور کرده تا در قسمت کوچکی از زمینهاش کشاورزی کنه. آیا این تنها نگرانی او در منطقه العجاست؟ این شرایط چه تبعاتی رو برای کشاورزان منطقه به همراه داره؟ احنا هيك على نسبة المية، احنا نظل هيك على هذا الأساس، فيش مية وفيش شيء غير نضطر نشتغل عند اليهود، وفي أرض موجودة، أرض كبيرة فيش مش مزروعة ولا إشي، يعني هيك نضطر ندشر الأرض البور في موجودة بس قلة المية. بالنسبة للخضار والتجارة وكذلك كل هذه مسكتها اليهود الإسرائيل، كتجارة اقتصاد مسكتها الإسرائيل، مزبوط ولا لا؟ مسكتها لا تروح هيك ولا تروح هيك، يعني بخنقوا فينا. کمبود آب در خاورمیانه مسئله جدی است. کارشناسان درباره احتمال وقوع جنگ‌هایی برای کسب ذخایر آب در جهان هشدار دادند. سیاست‌های جنگ مدارانه رژیم صهیونیستی در منطقه مؤید این نظریه است. صهیونیست‌ها از آب به عنوان حربه‌ای برای در تنگنا قرار دادن فلسطینی‌ها و شکستن مقاومت آنان استفاده می‌کنند. صهیونیست‌ها معتقدند در آینده با سه پدیده خطرناک، یعنی تشکیل دولت فلسطین، افزایش بی‌رویه جمعیت فلسطینی‌ها و کاهش منابع آب روبرو خواهند بود. اسرائیل برای حل مشکل کمبود آب شیوه‌های مختلفی رو در پیش گرفته که مهمترین اونها سرقت آب کشورهای همسایه است. این رژیم سالیانه 500 میلیون متر مکعب از آب‌های جولان را سرقت می‌کنه. این بیش از 7 برابر مقداریه که سوریه استفاده می‌کنه. آکسفام یک کنفدراسیون جهانی و از 17 نهاد تشکیل شده که در 94 کشور جهان با فقر مبارزه میکنه. جوانا وون در این مؤسسه کار میکنه و در کرانه باختری و نوار غزه در پروژه های آبرسانی فعالیت میکنه. او مواضعی کاملا ضد اسرائیلی داشته و شرایط جلگه اردن و ناگوار توصیف میکنه. The Jordan Valley is an area of the West Bank with many water problems. The Jordan Valley occupies approximately 30% of the West Bank. There are 60,000 Palestinians living here. In the past 3 years, 97% of all Palestinian applications for construction permits in the West Bank have been denied. So this shows you already how difficult it is to develop anything here. Another problem is that the Jordan Valley has a very strong presence of illegal Israeli settlements, especially focusing on agriculture. Most of the agriculture nowadays that comes from the Jordan Valley is actually from Israeli settlements, and they use up a lot of water. So for example, Palestinians have been and are denied access to the Jordan River, and also the water from the different streams that flow into the Jordan River, because this water has been appropriated through water infrastructure built by the Israeli water company Mekorot, and most of this water is used up by Israeli settlements. شرکت میکوروت یا همان شرکت ملی آب رژیم صهیونیستی بر آب‌های سرزمین اشغالی و کرانه باختری مسلطه و آب سهمیه بندی شده محدودی رو به فلسطینی‌ها میفروشه. این محدودیت‌ها چه تأثیری بر کشاورزان فلسطینی داشته؟ Since Palestinians have access to little water, this impacts a lot their agriculture and also their economic opportunities and their livelihoods. We have Palestinian communities that are not connected to the water network at all, and because of the permit regime are not able to develop this water network. So we try to, international and Palestinian organizations, truck water to these communities, which however creates the problem that the water is more expensive. The problem here is not the technical aspects of building a well. This would not be the problem. However, we always face problems with the Israeli authorities who do not allow the construction of such water infrastructure. If water infrastructure is built without a permit, we often face the danger of demolition. رژیم صهیونیستی تنها با فلسطینی‌ها برخورد نظامی نمی‌کنه. اونا در به دست آوردن آب از حمله به کشورهای همسایه هم ابایی ندارن. پس از جنگ 1967
رژیم صهیونیستی دریاچه طبریه رو در دامنه بلندی‌های جولان که متعلق به سوریه بود به تصرف خودش درآورد. آب که برای خاموش کردن آتش برای رژیم اسرائیل اکنون انگیزه‌ای شده برای برافروختن اون. تجاوز رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان در سال 1361 با هدف اشراف بر مسیر رودخانه لیتانی بود که با استقرار کامل میتونست مجرای این رودخانه رو به سوی اسرائیل تغییر بده. رژیم صهیونیستی جریان رود اردن را از جنوب دریاچه طبریه منحرف کرد و با احداث سد در این منطقه 90% اون رو با تلمبه‌های قوی وارد شبکه آبرسانی ملی کرد تا شهرک نشینان و کشاورزان صهیونیستی از آن استفاده کنند و تونست تحولی در این زمینه ایجاد کنه، اما سبب شد تا در دره اردن کشاورزی فلسطینیان غروب کنه. گروه برنامه‌ساز صبح خروسخان پس از دیدن طلوع زیبای خورشید در وادی العوجا سفر رو پی می‌گیرن. از گروه خواسته بودم تا با یک کشاورز موفق فلسطینی مصاحبه کنن. اونها به سراغ عماد نصیبه رفتن که در منطقه العوجا محصولاتش رو به کشورهای مختلف صادر میکنه. European companies have connected us in order to have their products from us as Palestinian product. عماد با استفاده از یک سیستم رایانه‌ای مصرف آب کشاورزی رو کنترل کرده و تونسته محصولاتی با کیفیت بالا تولید کنه. او مشکلات ایجاد شده توسط اشغالگران رو هدفمند دونسته و از سختی‌های به دست آوردن آب میگه. Water is totally controlled by all the Oslo agreement that all water have to be controlled by Israelis. Water is the main issue here. We have the land, we have the expertise, we have the knowledge how to grow and how to do the best quality ever. Why we cannot grow better and more? Because of water. And water is controlled totally by Israelis. And since it's occupied, it's in Uja, there is only 9 wells. And we are talking about more than 30,000 dunams, which is 3,000 hectares, which need much more water than those artesian wells. Shelf, even artesian wells, they are not deep wells. They are artesian wells. Even the quality of water is so bad. But even so, we are trying to do the best to stay in this land, to irrigate it, to cultivate it, and to stay in our land. Otherwise, we have to leave it for others. دیگرانی که عماد از اونها میگه شرایط سختی رو برای کشاورزان فلسطینی ایجاد کردند. اما صادرات محصول توسط فلسطینی‌ها در شرایط بحران آب چه معنایی میتونه داشته باشه؟ عماد نصیبه میگه When anybody talks about Palestine, he thinks about war, about hunger, about many bad things. But even so, when they see our quality in the shelves, says product of Palestine, they know that we are not just people who are having war, we can get the best quality in herbs. And at the same time, when we export, we are getting foreign currency, getting to this country, and this is what we need. با سیاست‌های حمایتی غرب از رژیم صهیونیستی در تخفیفات گمرکی، این رژیم تونسته بسیاری از محصولات خود را که به طور غیرقانونی در سرزمین‌های اشغالی تولید می‌کنه، با مهرهای تقلبی با نام فلسطینیان وارد بازار کشورهای غربی کنه و از این راه علاوه بر خسارت به کشاورزان فلسطینی، سود سرشاری را نیز نصیب خود کنه. If we have the freedom, we can be real state. We can have our own income as a country. We can do something. We can live like others. آیا همه کشاورزان فلسطینی شرایطی مانند عماد دارن و مثل اون فکر میکنن؟ در ادامه مسیر به فردی برمیخوریم که پس از 25 سال کشاورزی حالا به دلیل کمبود آب اونو رها کرده و نگهبان یک پست آبرسانی شده. شیخ جهاد شبانات از وضعیت خودش و کشاورزان منطقه میگه. معظم سكان العوجة كانوا يعتمدوا على الزراعة وعلى نبع العوجة بالتحديد، يعني أكثر من 90% كانوا مزارعين عندنا في منطقة العوجة. هسا يعني فيش ما ظلش يمكن 10-15%
بيعتمدوا على الزراعة، عندهم يعني مثلا آبار خاصة وش يعني بس، والباقي كله صار يشتغل عند اليهود. شیخ جهاد شبانات گروه ما رو به نزدیکی تأسیسات آب میبره که متعلق به صهیونیست هاست و میگه خلفنا بير ارتوازي للإسرائيليين، هذا من أحد الآبار اللي سحبت مية العوجة نبع العوجة، هذا بغذي المناطق الإسرائيلية الكيبوتسات للمزارعين الإسرائيليين. طبعا في عندنا مستوطن هنا يعني بياخذ أرض واسعة كبيرة، بيسحب من النبعة من هنا من عندنا من البير. احنا عندنا يعني هي بيبيعونا المية بيع يعني للشرب، بيسحبوا المية من نبعتنا بيبيعونا اياها بيع. جهاد شبانات یکی از مخازن آب فلسطینی ها رو به ما نشون داد. اونها آب این مخزن رو از شرکت ملی آب رژیم صهیونیستی برای مردم این ناحیه خریداری کردند. تصویربردار گروه موفق شد از بالای مخزن آب از دریچه دوربین نگاهی به اطراف بندازه. منطقه حاصلخیزی که به دلیل کمبود آب رو به خشکیه. در سال 1999 تحقیقاتی از سوی بانک جهانی صورت گرفت و نشون داد فلسطینی‌ها صرفه‌جوترین مصرف کنندگان آب در خاورمیانه هستند. 3 میلیون فلسطینی اجازه دارند سالیانه 250 میلیون متر مکعب آب مصرف کنند، در حالی که 6 میلیون سکنه رژیم صهیونیستی از 2 میلیارد متر مکعب آب برخوردارند. یعنی هر سکنه اسرائیل 4 برابر یک فلسطینی آب مصرف میکنه. بر اساس این آمار از 850 میلیون متر مکعب منابع آب متعلق به فلسطینیان در کرانه باختری 50% اون توسط صهیونیست‌ها به سرقت میره. سرقت آب به چه معناست؟ این نقشه‌نگاری پارسال توسط سازمان بهداشت جهانی منتشر شده. در اینجا مقایسه صورت گرفته بین شهر لندن و رام الله از نظر میزان بارندگی. میزان بارندگی در شهر لندن به طور میانگین 596 میلیمتر و در رام الله 619 میلیمتر، یعنی 23 میلیمتر بیشتر. همونطور که مشاهده می‌کنید سرانه مصرف آب توسط شهروندان لندنی به ازای هر نفر 150 لیتر در روزه. و اما در رام الله 80% از آب سفره‌های زیرزمینی توسط رژیم صهیونیستی با احداث چاه عمیق‌تر به سرقت میره و تنها 20% اون برای فلسطینی‌ها باقی میمونه که این سهمیه هم به صورت کنترل شده به اونها اختصاص پیدا میکنه. در این وضعیت سرانه هر فلسطینی در کرانه باختری 70 لیتر در روزه، در حالی که سرانه هر اسرائیلی 300 لیتره که 40% اون از سرقت آب رود اردن تامین میشه. مطلع شدم که مسئولان فلسطینی با کمک بانک اسلامی مبلغ 1,300,000 دلار برای ایجاد یک سد خاکی در این منطقه هزینه کردند. وقتی مهندس احمد فارس مدیر منطقه‌ای وزارت کشاورزی فلسطین گروه برنامه جستجوگر را به منطقه می‌برد، توقع می‌رفت سدی پر از آب دیده بشه، ولی متاسفانه تمام آب سد خشک شده بود. احمد فارس دلیل خشک شدن سد رو اینطور توضیح می‌دهد. احنا مسموح لنا نحفر آبار بعمق 90 متر او 100 متر ماكسيمم. المستوطن بيحفروا بينزلوا على الطبقه الجوفيه 400 متر و500 متر، هذا بأثر علينا بيع، بأثر على الجفاف. هاي نبعة العوجة كما ترى يعني جافة، السد ما في مي جاف، يغذى من المياه السيول من الأمطار، ونحن الآن نقف في سد العوجة. وفي فصل الصيف عندما تتوقف النبعة نقوم بضخ المياه للمزارع، ولكن الآن السد جاف. الضخ الجائر من قبل المستوطنين للمياه يؤدي إلى قلة المياه، أيضا يؤدي إلى تملح التربة. لا يكفي 9 آبار ولا 10 آبار ولا 20 بير، بحاجة إلى آبار لكي نزرع يعني 4000 دنم فقط من 20,000 دنم هم المزروعات في العوجة. نحن بحاجة إلى آبار. كنا بتنسيق مع الإخوة في سلطة المياه للضغط على الجانب الإسرائيلي. هناك عشرات رخص الآبار المقدمة ولكن جميعها مرفوضة. چرا منطقه العوجة برای رژیم صهیونیستی از اهمیت ویژه‌ای برخورداره؟ حقيقة منطقة العوجة هي منطقة زراعية بامتياز، هي منطقة خصبة، هي منطقة ذات ميزة نسبية. ننتج الخضار هنا والتمور في يعني التمور لا تنتج إلا في الأغوار الفلسطينية، الخضار تنتج في شهر 11 وشهر 12، وهذه الأشهر تكون بعض دول أوروبا مكسوة بالثلوج، وهذه تعتبر هي دفيئة طبيعية، هي جرين هاوس.
گروه محلی برنامه جستجوگر در فلسطین محل سد خاکی رو به سوی فسایل در شمال دره اردن ترک میکنه. در مسیر سرسبزی بعضی از نقاط العجا نگاه‌ها رو به سوی خود میکشه. آنچه در مسیر گروه به طور مشخص خودنمایی میکنه باغ‌ها و زمین‌های کشاورزی صهیونیست‌هاست که با آب سرقتی از فلسطینیان آباد شده. آیا این آبادی‌ها در کنار خود خرابی‌هایی هم داشته؟ یکی از فلسطینی‌ها که از کشاورزی دست کشیده چنین میگه: يعني قبل 10 سنين مساحة الأراضي اللي تقريبا اللي كانت تنزرع بالعوجة من موز ومن جميع أنواع الخضر طول السنة أكثر من 25,000 دنم. هلقيت اللي قاعد بينزرع اللي ينزرع فيش أبو 4-5,000 دنم وعلى الآبار. يعني وإحنا صرنا موسمنا زي موسم أهل الجبل، موسمنا الشتوي. شهرين تطلع المية نزرع شوية خضرة بعديها ما في، ولا كنا نزرع الموز، كنا نودي على الأردن موز. الاتفاقيات اللي مبرمة مع السلطة إن ممنوع تشتغل بير مية ولا تشتغل شيء إلا بموافقة إسرائيلية، إسرائيل مسيطرة على كل مناطق المياه. يعني إحنا لو في عندنا موافقات إن نقدر نحفر آبار للزراعة، إحنا بنشتغل بنزرع بنقضي الموسم، بنقضي مواسمنا، بس ما في. ممنوع إلا بدك موافقة جانب إسرائيلي على حفر أي بير مهما كان نوعه، يعني بأي منطقة بالعوجة فوق ولا تحت ولا بأي منطقة بالعوجة ممنوع إلا تأخذ موافقة إسرائيلية. منطقه فسائل در 10 کیلومتری شمال دشت العجاست. وقتی گروه ما به نزدیکی فسائل رسیدند، بوی بد و پرواز پرندگان زباله‌خوار توجه گروه را جلب کرد. پس از پرسجو اونها متوجه کارخانه بازیافت زباله صهیونیست‌ها شدند. گروه موفق میشه با فهیم نجوم که مهندس شیمی در وزارت کشاورزی فلسطینی هاست در محل سایت قرار گفتگو بذاره. به دلیل آلوده بودن و بوی بد منطقه، اعضای گروه مجبور به استفاده از ماسک شدند. وجود هذا المكب في هذه المنطقة وهي تعتبر أراضي زراعية له تأثيرات عديدة. من أهم هذه التأثيرات اللي هو التأثير السلبي على المياه الجوفية. وجود عناصر والتي تؤثر على المياه وعلى جودة المياه من الناحية الزراعية أو مياه الشرب. خلال التحاليل يوجد في هذه المياه نسبة عالية من عنصر النيتروجين، والذي هو يؤثر أيضا على بعض المحاصيل الزراعية. النسب العادية ممكن تصل إلى يعني 100 جزء بالمليون ppm. الموجود فيها راح تزيد عن 300 جزء بالمليون أو أكثر. با توجه به خطرناک بودن تولیدات این کارخانه، چه کسانی محصولات اون رو خریداری می‌کنند؟ أن الإسرائيلي يعملون منه الكومبوست الزراعي، فهنا المزارعين يأخذون هذا الكومبوست يستعملونه كسماد للأراضي الزراعية، ولكن هذا السماد لم يعالج بشكل يعني نهائي وجيد. هذا السماد اللي يؤخذ ويستعمله المزارعون الفلسطينيون طبعا لرخص ثمنه ووجوده بالمنطقة وحاجتهم له، فهذا له تأثير سلبي على الأراضي الزراعية. طبق معاهده اسلو، مناطق فلسطینی نشین در کرانه باختری به 3 بخش A، B و C تقسیم شدند. شما در این نقشه مناطق A رو به رنگ کرم روشن می‌بینید. اداره و حفاظت از منطقه A با فلسطینی هاست. منطقه B رو به رنگ صورتی می‌بینید. مدیریت منطقه B بر عهده فلسطینی هاست، اما تحت حفاظت رژیم صهیونیستی قرار داره. منطقه C که شما در این نقشه به رنگ سفید می‌بینید بالغ بر 72% کرانه باختری رو تشکیل میده و مدیریت و حفاظت اون با رژیم صهیونیستیه. دامداری یکی از منابع درآمد عشایر فلسطینی هاست، اما چراگاه‌های گوسفندان روز به روز محدودتر شده و در صورت ورود گله به مناطق ممنوعه چوپان‌ها دستگیر میشن و بابت این کار مجبور به پرداخت جریمه خواهند شد. طبق آمار حدود 28,000 ایلیاتی در منطقه C زندگی می‌کنند. اونا ناچارن همه مسائلشون رو با رژیم صهیونیستی پیش ببرن. از گروه محلی خواستم سری به عشایر منطقه العجا بزنه. سیهام رشیده با 8 فرزندش زندگی میکنه و با دامداری امورات خودش رو در یکی از مناطق بخش C به سختی میگذرونه. اسرائيل اليهود منعنا نجيب له مي ولا حياتنا الصعبه شايفه، والحياه هي المي، والله المي بنعاني، حكت لك المي حياه، هاي بنجيب من التنك بنقطر بالجركل او بالسطل بنغير على الاولاد وبنسوي جليات، يعني فاحنا في حاجه بدنا مي.
رأس الاوجا واقع در جلگه رود اردن قرنها چهره این منطقه را با آب چشمه‌هاش زیبا کرده بود. حالا در نتیجه غارت منابع آب به وسیله صهیونیست‌ها از آن طبیعت زیبا و پر رونق فقط خاطره‌ای در اذهان باقی مونده. اسحاق رشید یکی از قدیمی‌های این منطقه خاطرات خوشی از الاوجا داره. يعني لما تبقى المي طايحة بتلقي السيارات رايحة جايات شمات هواء والعالم رايحة جاي بتلقي 50-60 سيارة في عرس العوجة. الحين تلقيش ولا سيارة. أول شيء يعني الناتج فيها صار ضعيف يعني. من قلت المي. وناتج المي التنكات الواحد بيجيب التنك 100 شيكل بقعد يوم واحد. بعدين ما فيش لا كهرباء لا منافع للأوادم حمامات. والله حكينا للسلطة الفلسطينية وأعطينا مصاري لإسرائيل صاروا يسوون لنا ماسورة هان وأخذوا المصاري معاود. أخذوا المصاري معاود إلهم بيجي 10 سنين. از روزگار قدیم بستن آب برای یک شهر همواره ساده ترین راه برای به زانو درآوردن مردم بوده. یکی از راههایی که رژیم صهیونیستی اکنون برای آزار و اذیت ساکنان آبا و اجدادی سرزمین فلسطین و به منظور کوچ اجباری اونها و گسترش سلطه خود در این منطقه به کار میبره. آیا این موضوع تونسته اراده فلسطینی ها برای موندن در سرزمین مادری خودشون رو سست کنه؟ وين نروح يعني وين نروح؟ نروح على المدن؟ نروح على ريحة؟ هذا اللي بدهم اياه واسرائيل نروح على ريحة. والله اجت ما جت بالناقل ونشرب. لان جابوا لنا مي اجت ما جابوش بالناقل وبنشرب. لكن رايحين مش رايحين نرح. اراده محکم فلسطینی ها برای موندن در سرزمین مادری اسرائیل رو واداشته فضای بیشتری برای ساکنان شهرک های غیرقانونی اختصاص بده. در مسیر برگشت باغ‌ها و زمین‌های زراعی صهیونیست‌ها که بسیار سرسبز و زنده بود در کنار زمین‌های خشکیده فلسطینی‌ها تبعیض آشکار نژادی را به تصویر می‌کشید. در سفر به منطقه الاوجا در کرانه باختری فلسطین دلایل نابودی زمین‌های کشاورزی و بحران آب ایجاد شده توسط صهیونیست‌ها رو تونستیم به روشنی دریابیم. در حالی که فلسطینی‌ها از کمبود آب رنج می‌برند، ساکنان شهرک نشین صهیونیستی آب فراوانی رو صرف پر کردن استخرهای شنا، آبیاری چمن و همچنین مزارع گلخانه‌ای می‌کنند و حتی جشن‌های آببازی راه می‌اندازند. سفر 2 روزه گروه جستجوگر شبکه افق به دره اردن نشون داد زخم ناشی از کم آبی که به جان فلسطینی‌ها نشسته دردناکتر از کشتار اونها توسط نظامیان رژیم صهیونیستیه. این مرگ خاموش از دید ناظران بین‌المللی پنهان میمونه، چرا که ظاهراً ماهیت این کار جنبه فوری نداره. نهر به وجود آمده از آب نشت کرده از لوله‌های انتقال آب صهیونیست‌ها روح تازه‌ای در زمین‌های خشکیده الاوجا به وجود آورده. آیا این نویدی برای رونق دوباره منطقه است؟ آیا روزی فرا خواهد رسید که جلگه اردن همچون گذشته با حضور کشاورزان فلسطینی سرسبز بشه؟ آیا پرندگان مهاجر دوباره به سرزمین خود باز خواهند گشت؟ شاید روزی که زمین به صاحبان اصلی آن برگردد.